السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. این از درس یکم تجوید ما انشاءالله، علم التجوید. و در این درس یکم ما یعنی در مقدمه تجوید گپ میزنیم. بعض اصطلاحات رو من برای شما میگویم و درباره علم تجوید هم یک بار یعنی درس خونده میبینیم که علم تجوید تعریفش چی است، حکمش چی است و غیره. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تعریف و حکم علم التجوید. چون که میبینید من در بالا نوشتم حده و حکمه، یعنی که تعریف علم تجوید و حکم علم تجوید. اولا علم تجوید چی رو گفته می شود؟ یعنی ما هو علم التجوید؟ علم تجوید چیست؟ چی رو گفته می شود؟ ما باید انیق، یعنی وقتی که من با شما هر وقت میگویم که پیش از آن که یک فن را شاگرد طالب علم بیاموزد باید بفهمد انیق که این فن چی رو گفته می شود. یعنی این فن اولش نام این فن چیست، عنوان این فن چیست، بعد معنای این فن چیست، یعنی در این فن موضوع این فن چیست و ثمره این فن چیست. همین خیل یعنی علما یک چیز رو به نام مبادی عشره میگویند که چند چیزهایی هست که پیش از آموختن یک یا پیش از داخل شدن به یک فن شاگرد باید از آنها آگاه باشد. یعنی 10 موضوعات ضروری هست، 10 یعنی نقطه های ضروری هست که شاگرد باید پیش از آموختن یک فن از آنها آگاه باشد. یعنی از نام آن فن، از یعنی تعریف آن فن، از موضوع یعنی از موضوع آن فن، از غایت آن فن، از ثمره آن فن و غیره و غیره، یعنی حکم آن فن. من چون که این خیلی زیاد می شود برای یک مبتدی، برای یک ابتدا کننده، من برای شما در اینجا فقط تعریف این فن را و حکم آموختن این فن را یعنی نوشتم. اولا تعریف تجوید لغتاً چیست؟ یعنی از جهت لغوی چنانی که میبینید التجوید لغتاً التحسین والاتقان، یعنی که از جهت لغت عربی معنای خود کلمه تجوید بهتر کردن و کامل کردن است. چون که کلمه تجوید یعنی مصدر می باشد، یعنی از جهت صرف، از جهت علم الصیغه مصدر می باشد از باب تفعیل، یعنی جود یجود تجویدا. پس معنای این چیز بهتر کردن و کامل کردن. اکنون از جهت اصطلاحی، یعنی که اصطلاحاً تجوید چی رو گفته می شود؟ چنانکه که می بینید التجوید اصطلاحاً هو اخراج كل حرف من مخرجه واعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات والاحکام. یعنی که تجوید از لحاظ اصطلاحی برآوردن هر حرف از مکان خروجش و دادن حق و حقوق آن از لحاظ صفتها و احکامها. علمایی که این تعریف را دادند، یعنی تعریف را یعنی بعضی علما کم ترک دیگر خل میدهند، اما علمایی که این یعنی تعریف را به فن تجوید دادن یا به علم تجوید دادن میفهمونند که حق حروف مخرجش و صفتش می باشد. یعنی که حرف ها یعنی با خود هم مخرج دارند، هم مخارج دارند و هم صفت دارند. پس این حقوقی و حقی حرف حساب می شود و مستحق به چی اشاره می کنند؟ به آن صفت هایی که همه وقت به حرف یعنی نمی باشند، بعضی وقت بعضی صفت ها یعنی به بعضی حرف ها استفاده می شود، یعنی صفت های عارضی می باشند، یعنی که یعنی احیانا آن صفت ها رو می داشته باشند و احیانا از آن صفت ها یعنی خالی می باشند. اما حق های حرف مخارج و صفات آن می باشد و مستحق حرف صفت های عارضی می باشد، یعنی که صفت هایی که احیانا آن حرف یعنی می داشته باشند. این هست تعریف اصطلاحی فن تجوید. اکنون حکم تجوید چیست؟ چنانکه که میبینید حکم التجوید قال ابن الجزري رحمه الله والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم. یعنی که امام ابن الجزري یکی از عالمان
فن تجوید می باشد. متن الجزریه را یعنی تصنیف کرده است که یک منظومه می باشد، یک نظمی تجوید می باشد. و این بیت را که می بینید، این یعنی جمله را که در اینجا می بینید، این را یعنی این نظم می باشد، یکی از بیت ها، یعنی یکی از جمله های آن منظومه، آن نظم. در اینجا می گوید که آموختن تجوید حتمی و لازمی هست. هر که قرآن را با تجوید نخواند گناهگار هست. من لم یجود القرآن، در اینجا هم چنانی که میبینید کلمه یجود و کلمه تجوید که در اینجا ما خوندیم، هر دوی این کلمه ها از یک یعنی از یک جای، یعنی از یک کلمه، از یک ریشه خارج میشوند. از یعنی حرف های اصلی این هر دوی این کلمه ها یک می باشند، جیم واو دال. جوده، چون که گفتم جوده یجودو تجویدن. پس در اینجا امام ابن الجزری چی میگویند؟ که کسی که قرآن را با تجوید یعنی نخواند گناهگار می شود. پس معنای یعنی هدف امام ابن الجزری چیست؟ حکم تجوید یعنی آسانتر اگر بگویم چیست؟ یعنی که به هر شخص علم تجوید را آموختن فرض عین می باشد. و فرض عین چیست؟ یعنی که هر مسلمان باید این کار را یعنی ادا بکند. چون که فرض دو خیل می باشد، دو نوع می باشد از جهتی یعنی به کی فرض بودن. یک فرض هست یعنی فرض عین و یک فرض هست فرض کفایه. فرض عین معنایش این هست که هر مسلمان به هر مسلمان یعنی فرض می شود، لازمی می شود که همان کار را انجام بدهد. اما اگر حکم یکم چیز اگر فرض کفایه باشد، یعنی مثلا فرض کفایه چیست؟ علم را تا درجه عالم شدن آموختن، این فرض کفایه هست. یعنی که به هر مسلمان فرض نیست که عالم شود، اما بر امتی یعنی بر امتی مسلمان، بر امتی مسلمان فرض کفایه هست که از جمع مسلمانان یک گروه باید عالم شوند. یعنی در هر زمانه، در هر یعنی دولت باید یک گروهی باشد که این فرضیت رو پوره کند. اگر یک گروهی یعنی مردم این فرضیت رو یعنی علم آموختن رو و عالم شدن رو یعنی پوره بکنند، این فرضیت از سر همه دیگران ساقط می شود. این رو میگویند فرض کفایه، یعنی که به همه فرض نمی شود، اما اگر یگام کس این فرضیت رو پوره نکند، این چی می شود؟ همگی گناهگار می شود. اما علم تجوید که هست فرض عین هست و گفتی ابن الجزری رحمه الله، یعنی که هر مسلمان باید علم تجوید رو بیاموزد. برای چی؟ برای که قرآن را درست تلاوت کردن و لحن نکردن، یعنی که لحن قبیح نکردن، یعنی خطای کلان نکردن، یعنی که تا جای خطا کردن که معنا را تبدیل کند و تغییر بدهد، و هر مسلمان یعنی ضروری هست که قرآن را بتواند یعنی صحیح چی کند؟ تلاوت کند، به خطا، به لحنی قبیح. چون که اگر یعنی قرآن را به خطا، به لحن اگر تلاوت کردن نتواند، وقتی که در نماز قرائت بکند و قرائتش پر از یعنی خطا باشد، نمازش فاسد میگردد. برای همین هست که باید یعنی کوشش کند که قرائت خود را، تلاوت قرآن خود را درست بکند. پس از این جهت هست که امام ابن الجزری و دیگر امام های تجوید میگویند، یعنی دیگر عالمان تجوید میگویند که تجوید را آموختن به هر فرد، به هر شخص چی است؟ فرض عین هست. یعنی به هر یعنی کافی نمی شود که یک دو سه آدم بکند و از همه دیگران ساقط شود. نه، هر یک انسان، چون که نماز را ادا کردن به طریق صحیح به یگان فساد، این به هر یک مسلمان فرض می باشد. پس برای آن که فرض پوره شود و کامل شود، چیزی که به او فرض می برد یعنی که تلاوت درست قرآن، آن چیز هم چی می شود؟ فرض می شود. و یعنی دیگر علما هست که تجوید را، آموختن تجوید را فرض عین نمیگویند، میگویند فقط به آن کسانی که یعنی خطا میکنند، به آن کسانی که لحن میکنند، فقط به آن کسا یعنی لازم هست و غیره. اما یعنی در تجوید به مانند هر یک فن
زیاد اختلاف های هست. من نمیخواهم که در هر مورد و در هر موضوع اختلاف رو برای شما بیان کنم، چون که شما میتوانید که سرگم بزنید و برای مبتدی و کسی که ابتدا کننده هست خوب نیست که هر خیل اختلافات رو من پیش شما بیارم. خوب همین قدر رو بدانید که حکم آموختن علم تجوید برای هر یک فرد، برای هر یک شخص چی از فرض هست. دوام میدیم. بعضی اصطلاحات، یعنی بعضی کلمه هایی که یعنی من در دوران درس دادن تجوید استعمال میکنم، استفاده میکنم و برای این هست که شما باید از این یعنی اصطلاحات شما باید آگاه باشید. اصطلاحات یعنی کلمه اصطلاح معنایش همین هست که کلمه هایی که در یک فن استفاده می شود. مثلا یعنی اگر یک کسی یعنی فن حدیث را بیاموزد، باید پیش از آن که در فن حدیث داخل شود باید بعضی مصطلح های حدیث را بیاموزد. مثلا بداند که حدیث صحیح چیست، ضعیف چیست، موضوع چیست، مدلس چیست، مثلا معلول چیست یا عله چیست، این خیل منقطع یعنی معروف، مقطوع، موقوف، این کلمه ها چی معنا دارد. اگر این کلمه ها را یعنی یاد نگیرد، وقتی که در فن حدیث داخل شود و در کتاب های حدیث داخل شود نخواهد فهمید که یعنی این جمله چی معنا دارد و بحث و مباحثه درباره چی است در این کتاب. همین طور هم وقتی که من با شما یعنی مخارج حرف ها را، صفت های حرف ها را و یعنی فن تجوید را میآموزانم، شما باید از بعضی کلمه ها آگاه باشید. گرچند که من امیدوار هستم که شما از زیادی این کلمه ها الکی با خبر هستید. اولا کلمه حرکه. حرکه چی را گفته می شود؟ یعنی علامتی که بالای حرف ها می باشد، وقتی که یک تا باشد آن را گفته می شود حرکه. مثلا اینها رو چی گفته می شود؟ حرکه. اگر یک تا باشد حرکه و اگر سه تا یا زیاد باشد میگوییم حرکت. حرکت. خوب، یعنی همین علامت هایی که بالای حرف های یعنی عربی میبینید، وقتی که یک علامت رو یعنی وقتی که ما به یک علامت اشاره کنیم، این علامت رو گفته می شود حرکه. همین علامت ها چی هستند؟ حرکت و یک تا حرکه. و اگر ما یعنی عمیق‌تر و یعنی مخصوص‌تر کرده بگوییم که همین از بین همین تمام حرکت ها اینش چی نام دارد، پس هر یک از علامت ها حرکت ها به خود نام دارند. چنانه که در اینجا میبینید فتحه، کسره، ضمه. پس وقتی که یعنی این علامت باشد یعنی بر بالای حرف، مثلا من حرفی ب رو همچون مثال می آورم، این حرکت رو فتحه گفته می شود به زبان عربی، چنانه که به فارسی ما میگوییم زبر. مثلا وقتی که در پایانی حرف باشد این رو گفته می شود کسره، و وقتی که در یعنی بالای حرف باشد این علامت، این رو گفته می شود ضمه با ضاد. خوب، چون که یعنی در تاجیکی ضاد نیست، من همین خیلی نویستم زمه، اما شما کوشش کنید که با تلفظ عربی یعنی اینها رو بیاموزید. فتحه، کسره، ضمه، و تمام اینها چی هستند؟ حرکات. خوب، و یکی از اینها چیست؟ حرکه. اکنون متحرک. متحرک چی رو گفته می شود؟ متحرک حرفی که بالایش حرکه باشد، فرق نمی کند که آن حرکه فتحه هست یا کسره ضمه. مثلا حرفی جیم یا حرفی مثلا خا، اگر بالای این حرف ها من حرکت بگذارم، مثلا در بالای اینش ضمه بگذارم، بالای اینش فتحه بگذارم، این حرف چی می شود؟ این حرف متحرک حساب می شود. و متحرک معنای یعنی لغویش چیست؟ حرفی که بالایش حرکت داشته باشد. خب دوام میدیم. اکنون هست کلمه تنوین. تنوین اشاره می کند به آن یعنی حرکت هایی که دو تا هست، دو تا می باشند. یعنی که وقتی که دو تا یعنی فتحه باشد یا دو تا کسره باشد یا دو تا ضمه باشد، یعنی تمام اینها را همچون یک گروه، همچون یک قسم تنوین گفته می شود. اما وقتی که ما مخصوصتر گفته یعنی مخصوصتر کرده بگوییم، ما یعنی این علامتی که دو تا زبر می باشد، مثلا من بالا یک حرف می گذارم تا اینکه
شما انیقتر بفهمین. این رو چی گفته می شود؟ این علامت رو، این رو فتحتان گفته می شود، یعنی که دو تا فتحه. و اگر در زیر حرف باشد کسرتان گفته می شود، و اگر یعنی این علامت باشد ضمتان گفته می شود. خب اما مجموعه این حرکت ها رو تنوین گفته می شود. خب اما اگر ما مخصوص تر بگوییم فتحتان، کسرتان، ضمتان. خب بعضی وقت شاید شما بشنوید یعنی از کلمه، یعنی از دهان من هم شاید بشنوید که من بگویم کسرتین، ضمتین، فتحتین، میخواد تین بگویم. این هم باقی ندارد، این فقط حالتی نسبی و جری می باشد که یک یعنی چی است، از بخش نحو یک قانون هست که بعضی وقت خیلی زیاد یعنی آدم ها یعنی رعایت نمیکنن، همین خیلی در زبانشان میگوین فتحتین بعضی وقت. اما درستش چی است؟ یعنی بهترش چی است که فتحتان، کسرتان، ضمتان گفته شود. خب اکنون سکون کدام علامت رو گفته می شود؟ سکون آن علامتی است که بالای حرف این گونه معلوم می شود، یا یک حلقه هست، یک گرد هست که پورا یعنی پورا پوشیده گرد هست، یا یعنی این خیل باز میماند گاهی. و در یعنی نسخه عثمانی، یعنی در مصحف های عثمانی گاهی این خیل میبینید. این رو گفته می شود سکون، که انشالله من یعنی صحیفه های مصحف رو هم باز کرده به شما نشان میدهم که خودی خطی عثمانی و خودی خطی یعنی مصحف رو، قرآن رو ببینید. اما اکنون وقتی که حرف بالایش سکون باشد، آن وقتی گفته می شود ساکن، یعنی که حرفی ساکن هست. مثلا همچون مثال اگر بیارم، مثلا ضا یا طا، اگر بالایش من علامت سکون رو بگذارم و مثلا علامت سکون رو اگر بگذارم، این حرف ها می شوند ساکن. و چون که حرف در زبان عربی جنسش مؤنث می باشد، بعضی وقت ما می گوییم ساکنه. مثلا این حرف، این ضا ساکنه هست، ساکنه می گوییم با تای مربوطه در آخری یعنی همین کلمه. اما اگر این چیز رو شما نفهمید باقی ندارد، همین قدر بفهمید که یعنی ساکن حرفی که بالایش سکون داشته باشد. خب اکنون علامت تشدید چیست؟ تشدید بعضی آدما میگویند شده، و این هم یعنی آنقدر اختلاف بزرگی نیست. تشدید این علامتی که من در اینجا می نویسم همین رو گفته می شود. وقتی که بالای یعنی حرف این علامت باشد، این رو تشدید گفته می شود. و این به چی اشاره می کند؟ به آن اشاره می کند که همین یعنی همین حرف در اینجا دو بار آمده است، چنانه که من در مثالی بعدی به شما میفهمونم. و هر یعنی مشدد چی معنا دارد؟ حرفی که بالایش تشدید باشد. حرفی که بالایش تشدید باشد، آن حرف رو چی گفته می شود؟ مشدد. مثلا اگر ما عین بیاریم، بالایش اگر من تشدید بگذارم، این عین چی است؟ عین مشدد هست در اینجا. مثلا صاد، بالایش اگر شدد بگذارم یا که تشدید بگذارم، صاد در اینجا مشدد هست. خوب، پس همین هست بعضی یعنی اصطلاحاتی که ما انشالله در تجوید می‌آموزیم، استعمال میکنیم، استفاده میکنیم. از بین اینها مثلا اگر شما فقط یعنی حرکه را بدانید، فتح، کسر، ضمه، متحرک، یعنی تنوین را بدانید، سکون را بدانید، یعنی تشدید را بدانید، همین هم کافی هست. یعنی خوب می شود همش رو یاد بگیرید. اما ما اکثریت وقت حرکه میگوییم، فتح، کسر، ضمه میگوییم، تنوین میگوییم، سکون میگوییم و تشدید میگوییم. آنقدر متحرک و یعنی ساکن و یعنی مشدد من کوشش میکنم نگویم، مخصوصا برای شاگردانی که یعنی ابتدا کننده هستند. انشالله دوام میدیم. انشالله دوام میدیم. مخارج حرف ها چیست؟ چنانه که در اینجا میبینید مخارج الحروف. مخارج الحروف چیست؟ اولا مخارج، کلمه مخارج جمعی کلمه مخرج هست، یعنی که از جهتی لغتی عربی، یعنی آن مکانی که و مخرج چیست؟ وقتی ما میگویم مخرج حرف، مخرج چیست؟ آن مکانی که از آن حرف تلفظ می شود، یا می توانیم این خیلی بگوییم که آن مکانی که از آنجا
یعنی صدای آن حرف اخراج می شود، خروج می کنند. خب من این را انشالله روشن‌تر میفهمانم. یعنی در نقطه بعدی چی نویستم که در زبان عربی 28 حرف هست، بعضی ها میگوین 29. یعنی این آنقدر اختلافی کلانی نیست. این وابسته از آن هست که آیا حمزه و الف را یک حساب میکنن یا دو بار یعنی حساب میکنن. به هر حال 28 حرف هست و چون که بعضی حرف ها یک مخرج دارن، یعنی مخرجشان یک هست، جمعاً 17 تا مخارج می باشد. جمعاً 17 تا مخارج می باشد که شما انشالله یاد میگیرین. و در دیگر قول 14 تا مخرج هم یعنی ذکر شده هست. یعنی که یعنی چی طوری که در دیگر فنها اختلاف می باشد در بین یعنی متخصص آن فن، همین طور در فن تجوید هم بعضی چی می باشد، بعضی اختلافات می باشد. چون که یعنی منبع این اختلاف چیست؟ 14 و 17. منبع این اختلاف این هست که بعضی علما بعضی حرف ها رو از یک جا یعنی یک مخرج دادن و بعضی دیگر علما یعنی درک کردن که مخرجشان کم ترک یعنی اختلاف داره، کم ترک مختلف هست، کم ترک دیگر هست. برای همین گفتن که یعنی نه، این حرف مثلا جایش دیگر جای هست و بنابراین چی شده است؟ یعنی 14 مخرج به 17 مخرج یعنی حساب شده است. برای همین این آنقدر اختلافی کلانی نیست، اما باز هم یعنی من برای شما به طرف بعضی اختلافات اشاره میکنم. و یعنی ما انشالله یعنی با قولی یعنی 17 یعنی انشالله من یعنی با قول 17 رو یعنی استفاده کرده با شما درس میدهم. چون که یعنی این در متن الجزریه می آیند مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. امام ابن الجزری هم یعنی مخارج الحروف رو 17 تا گفته است. پس من به شما 17 مخرج رو درس میدهم. اما یک نقطه دیگر رو که ما از اینجا یعنی می آموزیم این هست که یعنی فنون اسلامی، فنهای اسلامی مجتهد فی می باشند تا 1% خیلی کلان مجتهد فی می باشند. یعنی که جای اجتهاد دارند. هر چیز یعنی به طریق وحی به ما نازل نشده است که مخارج الحروف چند تا می باشند. و عموما فن تجوید که هست از اول یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی به صحابه رضی الله عنهم تجوید را این طور درس نمیداد، چون که آنها چی بودن؟ عرب بودن و زبانهای آنها از اول همین خیلی صاف بود. از وقتی که آنها خرد بودن، کلان شدن، آنها به همین مخارج یعنی کلمه ها را چی میکردن؟ تلفظ میکردن. آنها یعنی برای آنها عادی بود این کار. این بعد شد که وقتی که اسلام یعنی پهن شد الحمدلله و یعنی اعجمی ها یعنی که کسانی که عرب نبودن وقتی که اسلام را قبول کردن و یعنی صحابه رضی الله عنهم درک کردن و یعنی متوجه شدن که این اعجمی ها، این یعنی غیر عرب ها بعضی یعنی آیت ها رو، بعضی کلمه ها رو، بعضی حرف ها رو تلفظ کردن نمیتوانند. بعد علی رضی الله عنه بود که یعنی ابو الاسود الدؤلی امر کرد که یعنی به مانند فن تجوید یعنی به مردم درس دادن را و این قانون ها را قید کردن را سر کنند. و از آنجا یعنی همین فن سر شده که بعضی احکام را یعنی نویستن یا اینکه بعضی احکام رو چی کردن؟ تصنیف کردن، با شاگردان خود درس دادن و یعنی استاد با شاگرد همین خیل یعنی تفصیلات این فن به مرور زمان یعنی بهتر و با تفصیلات تر شد و یعنی بیشتر یعنی چی شد؟ تحقیقات شد در این موضوع. به هر حال این 17 مخارج از 5 مکان خارج می شوند. یعنی که گرچند که چندین مخرج هست اما یعنی جمعاً از 5 مکان همه این مخارج خارج می شوند. یعنی همه این مخارج هستند. چون که می بینید یعنی الشفتان یعنی که لبان یکی از جایهای هست، یکی از آن مکانهایی هست که در این بعضی مخارج در همین جا می باشد. بعضی وقت از یعنی قسمتی تری لبان، بعضی وقت از قسمتی خشکی لبان. همین خل هم یعنی چونانی که می بینید لسان یعنی که زبان، این بود لبان. لسان یعنی که زبان خودش یک عضو هست، اما از زبان
یعنی در زبان چندین مخارج می باشد. پشتی زبان، پیش زبان، یک طرفی زبان، دو طرفی زبان، وسط زبان یعنی ما بین زبان چندین مخارج می باشد. همین طور هم حلق. الحلق یعنی کی حلق انسان. بعضی حرفا اما از بالا، بعضی ها از وسط حلق و بعضی ها از پایان حلق یعنی تلفظ می شوند. اما باز هم حلق خودش یک عضو می باشد، برای همین حلق یک مکانی جدا می باشد. و دیگر داریم جوف، یعنی که آن فضای خالی که در مابین دهان می باشد و این مکانی محدودی نیست، یعنی مکانی یعنی غیر محدود است، مخرجی غیر محدود است که انشالله شما در درس بعدی درباره جوف الفم انشالله یاد میگیرید. اما این هم یک یعنی مکانی جدا است. و یعنی حرف میم مشدد و نون مشدد از خیشوم یعنی از بینی تلفظ می شوند. حرف میم مشدد و نون مشدد از خیشوم تلفظ می شوند، یعنی که مخرجشان از اینجا هست. گرچندگی تا یک درجه این صفت یا آن حرف ها می باشد. خب به هر حال 5 مکان هست و از این 5 مکان یعنی 17 جای این 5 مکان یعنی حرف ها تلفظ می شوند. چند حرف؟ 28 حرف، 29 حرف تلفظ می شوند. و همین هست یعنی تفصیلات این صحیفه. اگر یکم سوال باشد برای این صحیفه گپ زنید، اگر نه دوام میدیم انشاءالله به طریقه یافتن مخرج. یعنی که پیش از آن که یعنی ما به درس مخارج داخل شویم که هفته بعدی می باشد انشاءالله، یک شاگرد یا یک کسی که یعنی تجوید را می آموزد چطور یعنی می تواند که قید کند یا بفهمد که مخرج یک حرف کجاست. پس من در اینجا طریقه آن را کردنی همین کار را من نوشتم. خودی حرف را ساکن گردان. یعنی که ساکن چیست؟ چنانه که در اینجا ما خواندیم، ساکن آن یعنی حرفی را گفته می شود که بالایش سکون هست. پس من چی میگویم در اینجا؟ که اول برای یافتن مخرج حرف چیکو، یعنی مثلا در اینجا اگر با باشد بالای حرف سکون بگذار، یعنی حرف را ساکن بساز. بعد پیش از آن حرف الف یعنی همزه بگذار، یعنی که اصلا این حرف وقتی که در بالایش ما حرکت میمونیم این اصلا این چیست؟ همزه هست. باید در بالایش این خیلی یک همزه مایده رو من یعنی چی کنم؟ نویسم. اما برای آن که شما یعنی سرگم نزنید من همین خیلی ساده کرده می نویسم. پس همین هست طریقش که خودی حرفی رو که میخواهی مخرجش رو پیدا کنی خودش رو ساکن بگردان و چیکو پیش از همان حرف الف رو بگذار که بالایش فتحه داشته باشد، زبر داشته باشد و این رو تلفظ بکن. چنانه که در اینجا میبینید من نوشتم مثال برای یافتن مخرج حرف ب. بگو اب. خوب بگو اب. میبینیم که صدای حرف ب در میان دو لب در حالی که به همدیگر چسبیدند به پایان میرسد. وقتی که ما میگویم اب و همین مخرج رو باید با یک لحظه با یک لحظه همین خیل بقپیم در جایش و اهمیت بدیم، دقت کنیم که همین یعنی دهانمان چی شد، صدا با کجا به پایان رسید. وقتی که میگویم اب و همین خیل میقپیم و توجه میدیم میبینیم که یعنی اگر عمیق هم دانیم میبینیم که در یعنی در یکم جای همین لبان هست که همین صدا به پایان میرسد. همین قدر هم اگر عمیق کرده بتوانید همین خوب هست. اما اگر کسی یعنی خوب دقت کند خوب فهمید که یعنی صدای ب وقتی که دو لبان به هم دیگر میچسبند در همانجا صدا به پایان میرسد. خب اب که میگویم و برای یافتن مخرج حرف جیم مثلا بگو اج. پس میبینیم که صدا بین میانی زبان و سطح دهان به پایان میرسد. یعنی که وقتی که ما بین زبان با سطح یعنی با کام دهان وقتی که بالا میروند، خب بالا میشوند، صدای حرف جیم و مخرج حرف جیم در همین جا به پایان میرسد. پس شما هم همین خیلی در نزد خود بکنید، بگویید اج اج و اهمیت بدهید که زبانتان یعنی خاصتا میان زبانتان و سطح دهان یعنی با کام دهان بالا می شود. اج. خب و این چونین
و این چنین برای یافتن مخرج حرف غین مثلا بگو اغ. اهمیت میدهی که یعنی صدای این حرف در قسمت بالای حلق که از طرف زبان هست به پایان میرسد. همین طور میتوانید که با هر حرف یعنی هم کسره رو بکنید، مثلا اب که گفتیم میتوانیم که اینچنین اب هم بگویم اب، و اینچنین اوب یعنی اوب هم بگویم اب اب اوب. این خیلی که تمرین کردیم مشق کردیم، یعنی که با هر حرف مخرج آن حرف رو دقیقتر و خوبتر میآموزیم و اهمیت میدهیم. ما وقتی که در یعنی یکم بار وقتی که من تجوید رو در مدرسه آموختم، در مدرسه جامع ابوبکر صدیق رضی الله عنه با قاری یعنی قاری نعمان استادی من بود یکمش، همین خیل یعنی همه شاگردانی که در صنف بود 10-12 یعنی نفر بودیم، همه شاگرد باید در نزد معلم اولا چی میکرد؟ همین خیل مشق میکرد با هر حرف اب اب اوب، یعنی ات ات اوت اث اث اوث اج اج اوج. همین خیل یعنی برای یافتن مخارج پیش از صفات و پیش از همه این دیگر یعنی تفصیلات. پس یافتن مخرج همین طریقه را دارد. دوام میدیم. اکنون یعنی باری شما هست که شما و من یعنی همین تمرینی که من با شما حاضر یاد دادم، همین مشقی، همین طریقه‌ای که من با شما یاد دادم و این از طرف خودم نیست، یعنی عموما تجوید همین خیل یعنی درس داده می شوند و برای یافتن مخرج هم همین مشق را کرده می شوند. یعنی وقتی که یک کس با استاد یعنی یاد میگیرد، نه فقط باید از او علمی همان فن رو یاد بگیرد، باید طریقه یعنی درس دادن همان فن رو هم تا یک درجه کوشش کند که یاد بگیرد که من وقتی که استادم درس داد این طور درس داد و من هم وقتی که به شاگردم درس میدهم کوشش میکنم که همین مشق رو استعمال کنم یا اینکه همین طریقه رو استفاده برم تا اینکه شاگردم خوب بفهمد. و برای همین وقتی که آدم یک فن رو میآموزند اگر کوشش کند که با یعنی 2-3 معلم یا 2-3 بار اگر همان فن رو بیاموزد خیلی براش مفید می شود، چون که چی میکند؟ یاد میگیرد که یعنی یک چیز رو با چندین راه فهمانده می شود. به هر حال چون که میبینید در اینجا 5 حرف هست، در اینجا 5 حرف هست و سوالی من با شما همین هست که شما همین مشق را کرده به من بگویید که یعنی از پیش خود همین خیلی گمان کرده بگویید که مخرج همین حرف با کجا یعنی از کجا هست و با کجا صدای همین حرف به پایان میرسد. مثلا برای حرف قاف میتوانید بگویید اق اق اق، و اگر بتوانید همین صدا را برای یک لحظه در همون جایی که ختم می شود بقپید و کوشش کنید همون جا را یعنی دست بزنید، بفهمید کوشش کنید که در کجای حلق یا دهان یا لبان همین صدا به پایان می رسد. پس یعنی گمان شما درباره حرف قاف چیست که به کجا پایان می رسد؟ حرف قاف از آخر حلق می براید و آخر زبان به بالای حلق می چسبد. خب درست گفتید، یعنی که وقتی که آخران قسمت زبان یک لحظه می بخشد، وقتی که آخر زبان با بالای کام یعنی چی شود؟ بالا شود. وقتی که با آخران قسمت زبان. خب بگوید. خب حرف میم، کوشش کنید حرف میم رو مخرجش رو بیابید از کجا خارج می شود؟ گفته پیدا کنید. لب‌های پایان به لب‌های بالا میرسن. من جواب دیم سوزتی؟ بگوید. تفضلی. یعنی با پیوست شوی دو لب پایان و بالا حاصل می شود از شفتین خب بره میگه با پیوست شوی لب با پایان و بالا حاصل می شود. خب بهترین جواب دادید، جزاک الله خیرا، احسنتی. اکنون حرفی ف کی میخواهد جواب بدید؟ اف اف اوف گفته یک بار یعنی پیدا کنید.
حرف ف از لب یعنی که دندانهای بالا به جای نرمی لب پایان میرسد. حرف ف حاصل میشود. بهترین جواب. خوب ماشاءالله. ایف اوف. احسنتی، بارك الله فيكي ما شاء الله. اکنون حرف عین ایر اور. حرف عین از آخر زبان و اول حلق. خب یک بار شما بگویید آیا فکر میکنید زبانتون در این یکم دخل دارد یا اینکه نه؟ یک بار بگویید و یعنی انگشتتون رو در جای صدا بمانید. از کجا خارج می شود به فکرتون؟ از حلق. درست. از مابین. ها استاد؟ درست، از احسن. مابین و حلق. بله از مابین حلق، یعنی که زبان یکم کار ندارد. بهترین. اکنون حرفی ها یعنی حرفی که هی یعنی یعنی چی باشد؟ هی نرم باشد. وقتی که میگویم از کجا خارج می شود؟ از چقوری حلق. از خوب، یعنی که از اقصال حلق. یعنی بگوید از کجا؟ یک بار به تاجیکی هم که همه بفهمند. از چقوری حلق یعنی از اقصال حلق ما میبراید، یعنی که از قسمتی که یعنی نزدیکتر هست به سینه. خب شما یعنی بهترین جواب دادید. این خیلی معلوم می شود که شما الکی یعنی تجوید رو خونده اید تا یک درجه. اکنون جواب ها رو ببینیم. این از جواب ها، یعنی با تفصیلاتش نیست چون که این درسی مخارج نیست، اما باز هم تا یک درجه همین هست جواب ها. یعنی قاف از قفاترین قسمت زبان خارج می شود وقتی که با کام دهان یعنی بالا می شود. و دوم میم از لبان وقتی که قسمتی خشکی هر دوی لبان با هم می چسبن ام که می گویم. و ف از لب پایان وقتی که دو دندان های بالاگی یعنی که تنه علیه با یعنی با لب پایانگی وقتی که می چسبد. اف اوف با قسمتی نرم یا قسمتی تری لب پایانگی وقتی که می رسد. عین از مابین حلق و ها از پایانی حلق. انشاءالله درس در همین جا یعنی درس رو در همین جا بس میکنیم و در هفته دیگر از مخارج یعنی از مخارج انشاءالله دوام میدیم. یعنی مخارج الحروف رو، مخرج هر حرف رو انشاءالله یاد میگیریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.